یکی از دوستان مارکتینگی من دیدم توی سمیناری یکی دو هفته پیش صحبت میکرد، میگفت خیلی برام عجیب بود که کسب و کارها پیش بینی این روزا رو نکرده بودن. بعد ما هم نگاه کردیم گفتیم مثلا چه اتفاقی افتاده ما الان متهم شدیم که پیش بینی این روزا رو نکردیم. عدو شود سبب خیر، یه بیماری باعث شد که من یه مکسی تو زندگی بکنم. سوشال مدیا به آدما جوری ترغیب کرده که تو حتما باید جسور باشی، تو حتما باید مثلا از بحران‌ها سالم عبور کنی، در صورتی که به نظر من اصلا اینجوری نیست. همین که الان اطرافیانمون رو نگاه کن، ببین چند نفر از اطرافیان ما حاضرن در شرایط ابهام زندگی کنن، ماها در شرایط ابهام زندگی کنن. اصلا به نظر من جسارت یعنی زیست در شرایط ابهام. سلام به پادکست جسارت تغییر، خوش اومدید دوستانی که این ویدیو رو میبینن یا دوستانی که این پادکست رو میشنون. امیدوارم که این پادکست براتون الهام بخش باشه. امروز در خدمت آقای نوید بوداقی هستیم، هم بنیانگذار تاملند. البته نوید رزومه بسیار مفصلی داره که حالا خودش برامون خواهد گفت. نوید جان خیلی خوش اومدید. ارادت آقا رضا، منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و تا اونجایی که بتونم سعی میکنم راجع به جسارت تا اونجایی که بلدم توضیح بدم. این همه جسارت از کجا اومده؟ از مدرسه زدن و نمیدونم پلتفرم آموزشی زدن و رستوران و نمیدونم آب معدنی و مزرعه و نوشابه انرژیزا و یعنی فکر کنم دیگه صنعتی نبوده که کار نکرده نداره. مؤدبانش میشه کار نکرده نداره. این همه جسارت از کجا اومده؟ عرضم خدمتت که خیلی لطف داری البته به من، ولی من فکر کنم ماجرا رو از اینجا شروع کنیم که اصلا چرا باید آدم‌ها جسور باشن؟ چرا همه با انتظار جامعه از آدم‌ها اینه که جسارت به عنوان یک فضیلت باید توی اکثر آدم‌ها باشه؟ فرض کن اگر ما مثلا 700 سال 800 سال عمر می‌کردیم، وقت می‌کردیم به همه کارامون برسیم دیگه، میگفتیم مثلا 100 سال میریم این کارو می‌کنیم ببینیم خوبه یا بده، بعد مثلا 20 سال بعدش تصمیم می‌گیریم یه کار دیگر رو شروع کنیم، اواسط مثلا 400 سالگی میریم اون کاری هم که یه ذره مثلا نصف و نیمه دوستش داشتیم اونم انجام میدیم و اواخر عمرم مثلا دیگه احتمالاً کار نکرده نداریم دیگه. همه چی از این شروع میشه که در یک عمر کوتاه و در یک فضایی که با محدودیت هامون از نظر انرژی، از نظر توانمندی فیزیکی، از نظر توانمندی ذهنی بتونیم دست به اقداماتی بزنیم که توی یک عمر کوتاه پاسخگو باشه. یعنی اگر ما این عمر رو مبسوطش میکردیم تقریبا به همه کارامون میرسید، نیازی به این فضیلت جسارت اصلا شاید نمیداشتیم و لازم هم نبود. اما گزیده‌مندی میاد این وسط که ما تو مثلا 60 70 سال عمری که میکنیم تصمیم میگیریم که چه کارهایی رو بکنیم و چه بسیار کارهای دیگر رو انجام ندیم. به خاطر همین وقتی آدم بخواد گزیده‌مندی کنه، عملاً تو گزیده‌مندی جسارت میاد وسط که میونه این همه گزینه‌هایی که بهت رجوع میشه، تو بهش علاقه داری یا اونا به تو رجوع میکنن، تو دست به انتخاب بزنی و یکی از اینا رو انتخاب کنی. من به این میگم جسارت. حالا تو یک جامعه‌ای که از دیرباز مثلا شما نگاه میکنید تو مدارس، تو مثلا دانشگاه، تو هر جای دیگه، تو خانواده، آدم‌ها دنبال این بودن که به یک محیط امنی برسن. محیط امن رفتن توش فضیلت بود. مثلا اگر یکی کارمند بانک میشد، استخدام میشد، همه دست میزدن. اگر یکی مثلا استخدام رسمی آموزش پرورش میشد، آدم‌ها احساس میکردن که این به یک ساحل امنی رسیده و امتنان و آرامش براش ایجاد میکرد. در این حال اگر تو همون فضا یه آدم دیگه‌ای بود که مثلا هی از این شاخه میپرید توی شاخه دیگه میرفت، توی فلان کار رو انجام میداد، شکست میخورد، زمینگیر میشد، دوباره برمیخیزید، دوباره میرفت یه کار دیگر رو شروع میکرد، تو دید جامعه این آدمه یه آدم از این شاخه به اون شاخه به پر بی‌ثبات، هزار تا صفت دیگه هم بهش میخورد. یعنی این دوتا رو اگه میخواستن، این مثلا فرزند خلف خانواده بود، اون یکی که شروع میکرد به از این ور به اون ور پریدن، تجربه کردن. یکی از مصاحبه‌های عباس کیارستمی رو داشتم میدیدم، میگم ما تو 50 سالگی هنوز نمیدونیم میخوایم چی کاره بشیم. موضوع انشای مثلا 10 سالگیمون، 12 سالگیمون این بود که در آینده میخواید چی کاره بشیم. به خاطر همین بحث گزیده‌مندی میاد وسط و گزیده‌مندی جسارت میخواد که تو به چه بسیار کارهایی بگی بله، به چه بسیار کارهایی بگی نه، و طبیعتاً تو اینا هم شکست میخوری، موفق میشی تا به یک ساحل امنی برسی که احساس کنی که
میزان بازدهی که داری بازدهی درخوریه. یعنی من با این میزان از انرژی تو چه کسب و کاری میتونم موفق تر باشم، با این میزان هوش تو چه کاری میتونم بهره ورتر باشم. به نظر من از اینجا میاد. جسورانه ترین تغییری که تو زندگی داشتی چی بوده؟ من حقیقتش رو بخوای کلا یه سال فکر کنم 90 مثلا 5-6 بود، من آپاندیسم ترکید. آپاندیسم ترکید و بعد رفتم یه عملی هم کردم و بعد 2-3 روز از عملم شروع کرد به عفونت کردن بدنم. مجبور شدم 27 روز بیمارستان بمونم تا این عفونت تخلیه بشه. یه عمل جراحی دیگه ای کردم. منی که مثلا یه لحظه آرامش نداشتم یه جا بشینم، معمولا مشغولم از اینجا برو یه جای دیگه، برو یه جای دیگه. زمین و زمان و روزگار دست به دست هم دادن تا من 27 روز توی بیمارستان روی تختی بشینم و فرصتی پیدا شد که فکر کنم که نوید تو داری چی کار میکنی؟ چقدر از این کاری که میکنی دوستش داری؟ چقدرش رو داری تحمل میکنی؟ اصلا آینده این کاری که داری میکنی به اوجش برسی، به قله‌ش هم برسی، هپی، راضی؟ خیلی با خودم کنکاش کردم. به جای رسیدم نه، من حتی اگه تو اون کار به اوجش هم برسم خوشحال نیستم. شروع کردم گزیده‌مندی کردن. گفتم چیکار؟ گفتم من اگه از بیمارستان بیام بیرون همه اون کارهایی که قبلا کردم و دیگه نمیخوام انجام بدم. من یه مؤسسه‌ای تأسیس کردم، خودم مشاور مؤسسه خودمون بودم. یعنی مشاور پیش دانشگاهی مؤسسه خودمون بودم و مؤسسه هم تأسیس کرده بودیم. مؤسسه رو ما داشت میچرخید. یه نفر تو بیمارستان رفت، تصمیمش عوض شد که میاد بیرون، من دیگه این کارو نمیخوام بکنم. همون سالا هم مؤسسه فرزانگان یک هم یادمه مثلا 1-2 روز رفته مشاور تحصیلی بودم. اومدم بیرون، نه مؤسسه خودمون رفتم نه هر کاری دیگه‌ای که قبلا میکردم انجامش ندادم. گفتم حالا میخوام چی کار کنم؟ حالا شروع کنم این مسیری که میخوام بسازم و چی رو بیشتر دوست دارم، چه چیزی چشم انداز منه، تو چه چیزی احساس میکنم بازدهیم بیشتره. یک ماهی فکر کنم همینجوری بیکار خونه بودم، کار خاصی نمیکردم، بیرونم نمیرفتم خیلی. تا اومدم بیرون آهسته آهسته شروع کردم تصمیمایی گرفتم که هم خودم دوستش داشتم، هم چشم اندازش برام دلچسب بود و هم حالم خودم توش خوب بود. خدا شکر. آره. من هر سال این کار 1-2 هفته میکنم. عدو شود سبب خیر. یه بیماری باعث شد که من یه مکسی تو زندگی بکنم. چند سال اخیر من تقریبا هر سال 1 هفته تا 2 هفته من این کارو، یعنی 1-2 هفته کاری نمی‌کنی؟ هیچ کاری نمی‌کنم. فکر می‌کنی؟ آره. البته گاهی اوقات میگم وسط دویدن نمیشه فکر کرد دیگه. آره. باید سکنا بگزینی. آره. مثلا ایستادن معنیش همینه دیگه. آره واقعا یه لحظه آدم باید ترمز دستی رو بکشه، یه ذره فاصله بگیره، بعد دوباره ادامه بده. چون آدم وقتی که درگیر کار روزمره است لزوما کار درست رو انجام نمیده. بله و واقعا هم گاهی اوقات وقتی استراتژی خودت رو عوض می‌کنی، چون ما عادت کردیم استراتژی‌های کسب و کارمون رو عوض کنیم. وقتی که می‌بینیم بازدهیمون اون بازدهی مناسب نیست، گاهن نشون میده که یه بیماری یه جا شکل گرفته. اگر تو شبانه روز داری وقت میذاری فکر می‌کنی، درست داری انجامش میدی، اما می‌بینیم بازدهی اون بازدهی نیست. حالا یه مقدارش شرایط ایران کلا شرایط عجیب غریبیه. یعنی من این چند وقته که به دلیل شرایط جنگی این کلاس‌های مدیریت بحران و سمینارهای مدیریت بحران رو می‌دیدم، جوری وانمود می‌کردن که انگار آدم‌ها از بحران باید در بیان. یعنی از بحران در اومدن طبیعیه. در صورتی که اکثر آدم‌ها تو بحران از بین میرن. استثناء نوابغن که از بحران درست میان بیرون. وگرنه 90%، 99% مردم تو بحران‌ها میمونن، نمیتونن کاری بکنن. ولی فضای سوشال مدیا رو آدم نگاه میکنه انگار مثلا یه نفر که نتونسته از پس این بحران بر بیاد آدم ناقصی بوده، حس ناکافی بودن بهش میده. در صورتی که این حجم، چون بحران یه طیفی داره دیگه، یه نفر مثلا 10% تو بحرانه. ما جنگ رو تجربه کردیم. یکی از دوستان مارکتینگی من دیدم توی سمیناری 1-2 هفته پیش صحبت میکرد، میگفت خیلی برام عجیب بود که کسب و کارا پیش بینی این روزا رو نکرده بودن. بعد ما هم نگاه کردیم گفتیم مثلا چه اتفاقی افتاده ما الان متهم شدیم که پیش بینی این روزا رو نکردیم. بزرگترین فرمانده‌های سیاسی امنیتی کشور از دست رفتن. یعنی اینقدر واقعه بزرگ بود، شگرف بود.
چه برسه به کسب و کارهایی که حالا دارن کارشون رو میکنن، بعد فکر اینو بکنن که اینترنت قطع میشه، فکر اینو بکنن که یه اولویتی برای مردم به وجود میاد که این اولویت سایش رو همه آنچه که باید گسترانده میشه و به بحران میرسیم. این فضا به نظر من فضاییه که سوشال مدیا به آدما جوری ترغیب کرده که تو حتما باید جسور باشی، تو حتما باید مثلا از بحران‌ها سالم عبور کنی، در صورتی که به نظر من اصلا اینجوری نیست. همین که الان اطرافیانمون رو نگاه کن، ببین چند نفر از اطرافیان ما حاضرن در شرایط ابهام زندگی کنن، ماها در شرایط ابهام زندگی کنن. اصلا به نظر من جسارت یعنی زیست در شرایط ابهام، وگرنه هم به همین دلیل بوده کار ساده تری بوده که من استخدام مثلا یک وزارتخونه‌ای بشم، من استخدام یک بانکی بشم، یک حقوق مشخصی سر ماه واریز بشه و منم دیگه دغدغه‌ای نداشته باشم. این به دلیل پرهیز از ابهام ارزش محسوب نمی‌شده. در صورتی که تو کارآفرینی تو هر روز ابهام داری. فردا چی میشه؟ تو امروز میری یک نیروی استخدام می‌کنی که نمی‌دونی 6 ماه بعد آیا این هنوز پیش تو داره کار می‌کنه، اصلا کسب و کار تو داره ادامه پیدا می‌کنه، داره خودش رو ادامه میده یا نه. خاطر همین این زیست در شرایط ابهام معنی جسارت. موافقی با هم؟ آره، به نظرم حالا این نکته‌ای که به ذهنم اومد این بود که این پادکست هم به این معنا نیست که قرار ما به آدم‌ها بگیم که جسور باشن، نمیدونم کارمند نباشن، برن کسب و کار خودشون رو راه بندازن، چون واقعیت اینه که شاید همه توان و ظرفیت روانی برای چه می‌دونم زندگی کارآفرینانه رو ندارن. یعنی اصلا ما یه چیز خیلی جالبه، ما یه طبقه متوسطی داریم، نه در ایران، در دنیا، که میگه آقا من از ساعت 8 صبح میام سر کار تا ساعت 3 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر هر کاری بگی من میکنم. یه آدم معمولی ام، نه هوش سرشاری دارم، نه توانایی زیست در ابهامو دارم، نه توانایی زیست در بحرانو دارم. میتونم برای مثلا یه کسب و کاری 6 7 ساعت 8 ساعت کار مفید انجام بدم و برم خونه. دیگه اینکه پول از کجا میاد، این مارکتینگ ضعیف قوی، اصلا من توانایی زیست در این همه ابهامو ندارم. این آدم هم میتونه با یک شرایط خوبی تو دنیا زندگی کنه. قصه از اینجا شروع شده که ما این طبقه متوسط رو تو ایران از دست دادیم. یعنی آدما فهمیدن دیگه با یک کارمند صرف بودن تو یک اداره‌ای نمیشه چشم اندازهای خوب حداقلی یا متوسطی ایجاد کرد که بشه زیست کرد. بخاطر همین آدما ترجیحشون این شده که به زور برن کارآفرین بشن، به زور برن دوره‌های کارآفرینی ببینن. چند نفر از افرادی که تو داری در طول روز باشون حرف میزنی، باشون کار میکنی، میتونن 3 ماه یه کاریو بهشون بگی 3 ماه انجام بدن که ندونن تاش چی میشه، ندونن از این 3 ماه هم چقدر درآمد خواهند داشت. نگی اینقدر بهتون حقوق میدن، میگی 3 ماه 5 ماه این کارو میکنیم ببینیم چی میشه، هر چقدر مون اصلا نصفش مال تو نصفش مال من اینو تجربه کردم. حداقل تو نسل جدیدی که میبینم اصلا از هر 100 نفر شاید 1 نفر بتونه تو این شرایط دوام بیاره. آره. و این زیست در شرایط ابهام 90% جامعه، 99% جامعه توانایی اینو نداره. به خاطر همین ترجیح میده که یک فضای سیف ساید دیوایسه. به خاطر همین ما وقتی حرف از جسارت میزنیم آدما فکر میکنن باید از اون کاری که هستن استعفا بدن، باید برن یه وام بزرگی بگیرن، یا باید حرفایی بزنن که کسی جرأت زدنشو نداره. در صورتی که شاید این هم جسارت باشه، اما همه جسارت این نیست. چیه همه جسارت؟ به نظر من همه جسارت اینه که تو بتونی برای مدت‌ها ابهامو دوام بیاری. تو فرق بین جسارت و با تصمیمات حالا خیلی خودمونی بگم خرکی چی میدونی؟ یه 2-3 تا واژه داریم که معمولا اینا توی ادبیات عامه با همدیگه قاطی میشه. مثلا یه کسی که اهل قماره، زندگیشو قمار میکنه مثلا. آره شاید قمار. آره میگن آدم جسوریه یا آدم هیجان زده ایه. یعنی میتونه توی یک شرایط هیجانی قرار بگیره، یک تصمیمی بگیره. به اینم میگن جسور، به قماربازم میگن جسور و متاسفانه به آدم جسورم میگن جسور. به نظر من یک توازنی باید برقرار بشه، چون عقل و عادت چیزایی که ما باهاشون در ارتباطیم دیگه. جسارت مورد تایید عقلم هست، یعنی عقل رو تایید میکنه، اما مثلا حماقت خیلی عقل رو تعریف نمیکنه. عملا جسارت مقابله با عادت هاست. یعنی ما برای اینکه جسور باشیم
نیاز نداریم که با عقل بجنگیم، نیاز داریم با عادت بجنگیم. هر میزان این مقابله با عقل افزایش پیدا میکنه به سمت قمار و تصمیم‌های هیجانی میریم. هر جا با عادت داریم میجنگیم و قبل تصمیممون شروع میکنیم ارزیابی کردن شرایط، به جسارت میرسیم. عملاً جسارت داشتن به معنی اینه که من سریع باشم اما عجول نباشم، رویا داشته باشم اما کف زمین و واقعیت هم ببینم، شنونده خوبی باشم اما جهت خودم رو یادم نره. و توانایی این که این پارادوکسا تو رو ویران نکنه که میشه شرایط ابهام آور، عملا از توی آدم جسور میسازه. خب اون کارآفرینایی که مثلا تعدادشون هم کم نیست، وقتی باشون صحبت میکنی میگه من یه روزی یه قماری کردم و بردم، اینا من حالا خیلی اینجوری ندیدم. معمولا اکثر کارآفرینایی که حالا تو هر چیزی یه قاعده استثنا هم داره دیگه، عملا یه ریسکی رو ارزیابی میکنن، ریسک محاسبه شده. آره یه ریسکی رو ارزیابی میگه من از تو بد سناریو هم از پس این برمیام. خب وقتی میگه من تو بد سناریو هم از پس این برمیام، حالا میریم ببینیم 60% رو میفهمم چیه، 40% هم نمیفهمم چیه. میگه با این 60% تصمیمو میگیرم، 40% رو میذارم تو مسیر بفهمم اوضاع دما از چه قراره، بعد ادامه شرایط رو با اون اندازه بگیرم. چون الان مثلا متاسفانه با آدما صحبت می‌کنی، مثلا این بچه‌هایی که کمالگرایی دچارن، میخواد تا آخر مسیر رو ببینه، همه چی براش از حرمین الشمس بشه تا آقا تشریف بیارن پاشونو به اون قدمگاه بذارن و شروع کنن عبور کردن از اون مسیر. در صورتی که به نظر من حالا با همه فعالیتایی که داشتم، تو با هر یک قدمی که به سمت جلو برمی‌داری یک چراغ روشن میشه اندازه قدم بعدیت و کافی است که تو قدم بعدی رو درست ببینی و درست قدم برداری. وگرنه تصمیمایی که عقل رو عملا تحت تاثیر قرار بده صرفا میتونه یا قمار یا هیجان باشه. من برای آدما متفاوته. اونی که میگه قمار کردم، قماری در قاموس زندگی خودش کرده، یعنی میدونسته تو بدترین حالت هم از پسش برمیاد. چه 40% عوامل ناشناخته بوده که اون 40% هم احساس کرده که میتونه تو شرایط ابهام با توجه به چشم اندازی که برای خودش ترسیم کرده شاید همه نهیش کنن یا همه نفیش کنن، اما این احساس میکرده من از پسش برمیام. به خاطر همین وقتی شما مثلا یه اتاق فکری بذار، شروع کن راجع به یک موضوع خرق عادتی با آدما مشورت کن. میخوام برم فلانجا بریم الان مثلا آقا رضا میخواد دبی دفتر بزنه. بچه‌ها دبی دفتر بزنیم. یه این سال تجربه به سن و سال افرادی که تو اتاق فکرن نشستن دور شما، آیا اینا مثلا بزرگترین کاری که کردن چی بوده؟ مثلا برای خودش قبلا یه دفتری تو مثلا یکی از مناطق متوسط تهران اجاره کرده بوده که کارش رو شروع کنه؟ نه. آیا توانایی اینو داشته که مثلا 3 ماه حقوق این بچه‌ها رو مثلا از پیش تعیین کرده باشه، بگه 3 ماه هم ما اگه درآمد نداشته باشیم انجامش میدیم؟ بعد شما با این ظرفیت فکری داری میگی که من دبی دفتر بزنم یا نزنم. فرض کن میای یه استابیلیتی هم می‌نویسی که آقا این مثلا مزایا، اینم مثلا اتفاق بد سناریوها که قرار اتفاق بیفته. اون اصلا به دلیل شرایط زیستی که داشته باشه هم فکر خوبی برای شما نیست. به خاطر همین اولین کار اینه که ماجرا رو میدن رو هوا. ریسکش زیاده، نه نمیشه. بعد یه ذره فوکوس می‌کنی می‌بینی اون آدم تو زندگی شخصیش هم همین کارو کرده. به خاطر همین همزیستی با آدمای جسور خیلی همزیستی درستیه. من خودم سعی کردم اینو همواره رعایت کنم تو شراکت کردن، توی همکاری کردن. کلاً عاشق آدمای جسورم. تو شراکت شریکای خوبی داشتی؟ به نظرت خوش شانس بودی یا تو خیلی آدم شناس؟ معمولاً آدما همدیگه رو جذب میکنن دیگه. تو با مثلا نزدیکترین رفیقای صمیمیت، من شرکام رفقای صمیمیم بودن تو همه این سالها، یعنی بهترین رفیقای من بودن. یه همنشینی با این عزیزان عملاً ما رو همگن کرده بود، یعنی میتونم بگم همگن بودیم و شریک شدیم یا هم مسلک بودیم و شریک شدیم. منتها چیزی که توشون میدیدم این بود که همشون افقشون از من وسیع‌تر بود، حتی همشون آدمای جسورتری حتی از من بودن و عملاً تو جلسه میذاشیم یکی رو می‌خواستیم که ما رو کنترل کنه، بیشتر از این که مثلا میگم آدما بیان نهی کنن یا بترسن. ایزی گوینگ بود تصمیم‌ها برای ما، شروع کنیم بزنیم بریم. خب حالا چون با هم دوستم هستید یا قبل از اینکه شریک باشید دوست بودید، قاعدتا این دوستیه یه توقعی ایجاد میکنه توی آدم‌ها. یعنی
سطح انتظارات رو از همدیگه میبره بالا. اینو چجوری مدیریت کردین تو شراکت که حالا من اگه بیشتر کار میکنم حالا اوکی اصلا، یعنی انگار که شراکت برای همه طرفای قلب بزرگی میخواد. آره حتما همینه. به نظر من آخه سطح شراکت هم مثل هرم مازلو میمونه. مثلا تو اون کف هرم مازلو باشی، رو بحث منافع چی شد چی نشد، موقعی که هرچی به سمت بالای هرم میری بیشتر چشماندازای آدماست داره با هم شیر میشه. تو چقدر افق دید داری، من چقدر افق دید دارم، حالا چجوری اینو وسیع ترش کنی. خاطر همین حداقل من تو حوزه شرکای خودم معمولاً هم سن و سالشون هم من بالاتر بوده، من این توفیق رو داشتم. همواره میگم من یه چیزی رو با عقل الانم درک میکنم، با ظرفیت الانم درک میکنم. یکی آدمی هست که منم قبولش دارم از نظر زاویه دید و نگاه حرفه‌ایش به کسب و کار، اون از من 10 سال بزرگتره. من گاهی اوقات احساس میکنم که تصمیممو باید هولش بدم به یه آدمی که 10 سال جلوتره، ببینم اون چی میگه، خروجی چی میده. گاهی اوقات یه ایده‌ای دارم مطرح میکنم، میذارم قشنگ پروسس کنه. خب وقتی پروسس کرد میگم انگار این تصمیمو دادم به یه آدمی که 10 سال از من بیشتر زیسته و این تصمیم منو پخته تر میکنه، تصمیم ما رو پخته تر میکنه. تو اولین شراکت در سن 23 سالگی بود. 22 سالگی. آره. و ظاهراً دستاوردهای امروزت به لحاظ اقتصادی و کسب و کار مدیون همین شراکت ها بوده، درسته؟ بله حتما. آخه یه موضوع باحالی هست، حالا فکر کنم گفتنش هم خالی از لطف نیست. یه بحثی داریم اینه که پذیرفتن نقص. یا آقا رضا مهدوی تو همه چیز که کامل نیست توی پیشبرد کسب و کار. نیازمند یه آدمی داره که مالی بفهمه، نیازمند یه آدمی داره که استراتژی بفهمه، نیازمند یه آدمی هست که مارکتینگ بفهمه، نیازمند یه آدمی هست که مشتری مداری بفهمه. همه اینا حتما توی آدم خلاصه نمیشه، یا اگرم بشه خیلی با عمق کم رسوب میکنه توی هر آدمی. مثلا من خودم میدونم که تو چه حوزه‌های خیلی خوبم، تو چه حوزه‌های خیلی افتضاحم، یعنی نقصامو خیلی کامل میدونم. اولا شراکت باعث میشه که تو اولا هم نقصاتو شیر کردی، هم نقاط طلاییت هم شیر کردی دیگه، و حتما کار ایدالیه. پس شرکاتو به عنوان مکملت؟ بله حتما. مثلا من خودم خیلی کار مالی خوشم نمیاد، مثلا عدد خیلی دوست ندارم، بیشتر جاهای دیگه ای کسب و کار رو دوست دارم. حالا میبینی من تو این حوزه فوکوسم، شریکم توی حوزه دیگه ای فوکوس داره و اینا با هم وقتی شیر میشه عملا سینرژی میکنه و اثر بخش میکنه فعالیت رو. تو بچه‌ام بودی جسور بودی؟ بچه‌ام بودم جسور بودم. بذار خاطره باحالی بگم، اینم با مزه است. من کلاس اول دبستان بودم. حالا اونا کار اشتباهی کردن به عنوان مسئولین مدرسه و معلم، اومدن سر کلاس، ما رسیدیم به درس آ و ش، الف و ش، آش. و اومدن سر کلاس گفتن خب بچه ما رسیدیم به درس آش، نمیدونم اینم داستان آش، حالا کی میتونه آش درست کنه برای همه بچهای مدرسه فردا بیاره؟ تو هم گفتی من. بعد من یه فکر کردم قبلش، گفتم خب مامان من که آشاش فوق العاده است، حتما هم از پس حبوبات و اینا برمیایم دیگه، بخوایم نخود بخریم و نمیدونم رشته و فلان. یکی دستشو مثلا سیخ کباب کوبیده برد بالا از میون جمع، گفتم ما میتونیم. آقا ما اکسپت رو دادیم، اومدیم خونه گفتیم ما یه همچین چیزی دادیم. مدرسه چند نفره؟ مدرسه دولتی مثلا 700-800 تا دانش آموز داره. دیگ اومد خونه ما، واسه همسایه‌ها شروع کردن سبزی پاک کردن، خورد کردن، این رشته رو بیار اونو بیار. وانت اومد از تو خونه ما، دیگ و چند نفر آقا بلند کردن گذاشتن. و من برام خیلی جذاب بود این خاطره، به دلیل اینکه من میتونستم بیام خونه سرکوب بشم که این چه تصمیمی بوده تو گرفتی، خود تو دستو بردی بالا. ولی خانواده حمایت کرد. ما اسیر شدیم. خب خانواده حمایت، یعنی مادر من نشست اون آشو درست کرد و وانتی اومد و آشو گذاشتن تو رفته، فقط گفت این به بعد اگه این کارو خواستی کنی قبلش هم به من بگو. گفتم چشم. دیگه همون ادامه پیدا کرده به نظر من. خب که حالا مثلا ما یه زمانی می‌خواستیم مدرسه بزنیم، مثلا من احساس می‌کردم که با اون مدیر مدرسه‌ای که من میشناختمش ما خیلی اختلاف دانش نداریم، تو تجربه شاید اون از ما جلوتر بود، تو مثلا وقتی ما 22 سالمون بود، اما احساس می‌کردم میشه بهش رسید. و با یه امیدی به آینده ما شروع کردیم، چون خیلی مثلا پول آنچنان نمیخواست، ما باید میرفتیم مثلا پول پیش یه فضایی رو میداشتیم و یه چشم اندازی از خودمون داشتیم که ما میتونیم با طرحهایی که میدیم مدرسه رو مثلا به روزای خوبش برسونیم. با این امیده شروع کردیم و
به نظر من جسارت علاوه بر این چیزهایی که اکتسابی است با آموختن میشه جلوش برد، یه بخش اصلیش هم رو بحث ژنتیک و یادگیری و تربیته. یعنی خانواده‌ای که بچه رو سرکوب میکنه یا پدر، یه جمله قشنگی هست میگه تو نمیتونی از چیزی که نداری به کسی چیزی ببخشی. تو وقتی جسور نیستی نمیتونی به آدما جسارت بدی، به محیط پیرامون جسارت بدی. اگر خودت پدر جسوری نباشی نمیتونی جسارت رو به فرزندت بدی. به خاطر همین معمولا مثل مرغ و تخم مرغه، خانواده‌ای که خودش جسور نبوده جسارت تو محیط شکل نگرفته، مشاهده جسارت تو محیط کم بوده، فرزندی که حاصل شده جسارت رو ندیده، نمیشناسه، خاطر همین اونم جسور نمیشه. میمونه به یه بخشایی به نام آموختن که ما یاد بگیریم آهسته آهسته از سگمنت‌های کوچیک جسارت به خرج بدیم، هی اونو رشدش بدیم، هی رشدش بدیم. پس تو خوش شانس بودی. خیلی، خدا رو شکر. پس شانس هم مهمه. شانس هم مهمه. بله. در چه خانواده‌ای به دنیا در چه خانواده‌ای میام خیلی مهمه. تو چه محله بزرگ میشی؟ اگر همون روز فرض کنیم که مادر من می اومدم تو خونه اون کار رو انجام نمیداد، اول اینکه منو توی جمعی ضایع کرده بود. من به هر حال یه آدم مثلا 6 7 ساله دستشو برده بود بالا دیگه، با همه این ندانسته‌هاش دستشو برده بود بالا. اگر این کار رو انجام نمیداد، اگر من مثلا اون موقع آنالیزم رو 2 تا چیز بود، الان میفهمم که برای یه آنالیز مثلا 10 تا موقعیت رو باید سنجید. ما گفتیم مادر ما آشپزیش خوبه، نخود لوبیا میتونیم بخریم، متغیرها محدود بود. آره متغیرها محدود بود. و اگر من رو سرکوب میکرد اون روز و باعث میشد که من اضطراب بگیرم توی یک موقعیت مشابهی، حتما این هی کم و کم و کمتر میشه. نوید به نظر چرا باید جسارت یکی از انتخابای ما باشه؟ ما یه تعریفی از رضایتمندی داریم. ما معمولا از صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که دوباره میریم خونه و به خواب میریم، اگر یه ذره بیگ پیکچر نگاه کنیم دنبال رضایتمندیم دیگه، رضایتمندی شخصیمون، رضایتمندی زندگیمون، رضایتمندی شغلیمون. اینا تو تعریف رضایت نهفته است. رضایت یعنی چی؟ کی رضا مهدوی راضی میشه؟ کی راضی میشه؟ وقتی به اهدافش برسه. زمانی که تطابق واقعه با انتظارش یکی بشه. یعنی اون چیزی که انتظار داره با اون چیزی که به وقوع میپیونده هم شکل باشه. موقعی که این نیست چی کار باید کرد؟ یا باید نق زد، بشینیم مثلا الان بشینیم از شرایط بد کشور بگیم، از شرایط بد اقتصادی بگیم، از شرایط بد فرهنگی بگیم. این یه انتخابه که میشه تا ابد نق زد، الی یوم القیامه نق نق نق. یکی دیگه‌اش اینه که جسارت به خرج بدیم، به تغییر آغاز کنیم تا واقعه با انتظارمون یکی بشه. من فکر میکنم که تو هم جسارتشو داشتی هم امکانشو داشتی که بری. چی شد که نرفتی؟ تصمیم گرفتی اینجا؟ یعنی چون من میدونم تو میتونی توی کشور دیگه هم کسب و کار موفق راه بندازی. حقیقتشو بخوای یکی از خیلی هم راحت نیست. یعنی با توجه به همه افرادی که مهاجرت کردن، مهاجرت خیلی کار دشواریه. این که الان می‌بینی آدم‌ها به سادگی مهاجرت می‌کنن، این یک پدیده غیر معمول و غیر طبیعیه. بعضا می‌بینی آدم‌ها به یک کشوری مهاجرت می‌کنن که قبلا یک هفته هم اونجا مسافرت نرفتن ولی تصمیم می‌گیرن تا آخر تو اون کشور زندگی کنن. یه برنامه مشخص دارن. بله. میخوان برن. خب ولی و این تصمیم عجیبیه و اینم از نگاه خودشون با یک جسارتی همراهه که جسارت رفتن و مهاجرت کردن. یکی این که خب همه این سالهایی که تو شبکه ساختی، کامیونیستی ساختی، اعتبار ساختی، خاطره ساختی، تو این کشور هست. من نمیخوام شعار بدم که مثلا ما مهاجرت کار بدی یا خوبی، اصلا قضاوت نادرستیه این کار که ما بگیم آقا مهاجرت کردن کار درستیه یا کار غلطیه. بستگی به شرایط هر آدم داره. برای یه نفر میتونه بهترین حالت اتفاق بیفته، برای یکی هم نه. منتها فعلا تا این تاریخی که الان با هم داریم صحبت میکنیم فکر میکنم که هنوز میشه ادامه داد، هنوز میشه کار کرد و هنوز میشه امیدوار بود. آره باید موافقم، به دلیل اینکه خب به خصوص آدم‌های بلند پرواز یا کارآفرینایی مثل تو که شبکه در هم پیچیده عظیمی ایجاد کردن، خب قاعدتاً وقتی از این کشور خارج میشن میرن در یک کشور غریبه، این شبکه رو به صورت کامل از دست میدن و من فکر نمی‌کنم آدم‌هایی که شبکه خوبی دارن کار درستی لزوما باشه، به خصوص تو سن‌های بالا بخوان از کشور خارج شن و برن تو یک جایی که فقط میشه امیدوار بود که
شرایط اینجا بهتر بشه تا آدم‌ها این تصمیم سخت و انقدر ساده نگیرن. ان شاءالله. من یه خاطره دارم که حالا چون در جریان کار بودم، 2-3 تا از تصمیم‌های جسورانه که تو گرفتی شاید برای بیننده و شنونده هامون جالب باشه. یکی این که تو یه روزی رفتی و یه کار عجیبی کردی، سالن برج میلاد رو گرفتی و فکر می‌کردی که میتونی پرش کنی، ولی فکر کنم یه لحظه دلت لرزید که چجوری من می‌خوام اینم مثل همه اون تصمیم‌های پر ابهام دیگه. 1800 نفر آدمو بیارم. کسب و کارمون آنلاین بود، همواره با یه فاصله ارتباط ما با بچه‌ها با یه دوربین و یک مانیتور بود. و یه لحظه ما احساس کردیم که چجوری میتونیم یک دیدار حضوری برقرار کنیم که این بچه‌ها از تو خونه با اساتیدشون از تو استودیو اینا تو یک فضایی جمع شن و با همدیگه دیدار کنن. اسم همایش گذاشتم دیدار. روزی که رفتیم این سالن برج میلاد رو من اجاره کردم، کاراشو کردیم، شروع کردیم آیتما رو ببندن، رفتم تو سالن برج میلاد، گفتم واقعا ما می‌خوایم از اقصا نقاط کشور بگیم بچه‌ها بیان اینجا و این سالن پر بشه و ما برنامه‌مون رو اجرا کنیم. خاطرم هست موقعی که ما رو سایتمون گذاشتیم که بچه‌ها بتونن تیکت تهیه کنن بیان، بعد از 10 دقیقه سالن پر شد. ماشاءالله. آره بعد از 10 دقیقه سالن پر شد و خیلی برای من هیجانش بالا بود و اون هم از اون نقاطی بود که فکرشو نمی‌کردیم که آدما بلیط گرفتن از مثلا مشهد، از اصفهان، از اهواز، با پرواز اومدن تهران، تو سالن برج میلاد دیدار حاصل شد، دیدار شکل گرفت و دوباره برگشتن به خونه‌هاشون. حالا ویدیوهاش هست، من به بچه‌ها میدم اگه خواستن بذارن. آره خیلی رویداد جذابی بود. نکته‌ای هست دیگه، هم اصلا جسارت به این معنی میتونه باشه که تو حتما از شکست میترسی ولی انجامش میدی، چون اگر انجامش ندی خودتو نمیبخشی. چرا الان ما داریم پادکست ضبط میکنیم؟ چرا تو داری به عنوان مثلا رضا مهدوی صبح از خواب بلند میشی داری میای امیدوار به کارت ادامه میدی؟ به این دلیل که احساس میکنی که میتونی تاثیرگذار باشی. شاید همش هم به خاطر درآمد نباشه. من میخوام تاثیر بذارم. حالا تو واحد خودت میخوای تاثیر بذاری، من تو واحد خودم میخوام تاثیر بذارم. و زیست در شرایط ابهام هم جایزه داره که وقتی بهش میرسی جایزته، هم اگر نرسی، اگر خیلی معادلات زندگی تو به هم نزنه، بازم تصمیم درستی گرفتی، چون دوباره یه چیزی رو تجربه کردی دیگه. دقیقاً. حالا یه چیزی هم که باز من از تو دیدم که تو شرایط ابهام این کار رو انجام میدی، که باز از اون کاراست که شاید رو کاغذ اشتباه باشه، اینه که دیدم زمانهایی که برای کسب و کار تو به ظاهر مناسب نیست، تو خیلی سنگین کمپین های عظیم تبلیغاتی اجرا میکنی. اینم دوباره تو همون رسته قرار میگیره. ببین آخه یه بحثی داریم، یعنی شاید بگیم حالا بیشتر از این که جسورانه باشه، انگار هم جسورانه است هم هوشمندانه است. رضا جان، من می‌خواستیم زیرنویس برای برنامه پایتخت و برنامه‌های خوب فوتبالی رو تو تلویزیون ما انجام بدیم. بعد مشاوران تبلیغاتی میادن به ما کامنت میدادن که خب آقا اینو کال تو اکشن بذار، اینجاشو شماره بده، اونجاشو انجام بده. موقعی که ما رفتیم هیچ کدوم این کارا رو نکردیم. گفتیم چرا؟ گفتم خب اینا اگر به بازار دارن راهنمایی میدن و مشاوره میکنن، کل بازار رو شبیه هم کردن. یعنی من اگه کاری که اون میگه انجام بدم، من به قول شاملو شکلی از اشکالم منم. خب یعنی یه چیزی هم شبیه بقیه. یا وقتی ماهیت کسب و کار تو بشناسی، مثلا وقتی بارون میاد تو میتونی تبلیغ چتر بکنی و چتر فروش خوبی داشته باشه، یا تو موقعیت‌های مشابه این چنین کالاهایی. اما تو ایران بحث سلامت و بحث آموزش بحثایی نیست که تو این کاتگوری بره. یعنی آدما به دلیل اینکه نهایتا یک فرزند یا 2 فرزند دارن خیلی حساسن روی اینکه کجا آموزش ببینه، چجوری آموزش ببینه، با چه مؤسسه‌ای جلو بره. و اینا نیاز به این داره که تصمیمشون یه دمی بکشه بعد اتخاذ بشه. خاطر همین اینکه فضا به یه سمتی میره، ما هم به اون سمت بریم. دقیقاً ما دوباره رفتیم توی یک بازاری که همه فهمیدن الان باید این کارو بکنن. ما تصمیممون این بود که مثلا عمل قلب باز، شما وقتی میخوای عمل قلب باز خدایی نکرده انجام بدی، نمیری تو اکسپلور جراح انتخاب کنی، نمیری بگردی تو فضای مجازی یه پزشک جراح پیدا کنی. معمولا میری از دوستت میپرسی، تحقیق میکنی کی عمل کرده، کی چجوری کدوم بیمارستان رفته.
عملاً بعد از عمل حمایتایی که میشه به چه صورت، مراقبت‌های بعد عمل چجوری تو کدوم بیمارستان بهتره، بعد تصمیم میگیری. آموزش هم چون یک بار تو زندگی آدم‌ها اتفاق میفته، یک بار شما پایه 10 فرزندت، یک بار 12، یک بار میخواد وارد دانشگاه بشه، از جنس تصمیم گیری‌های آنی نیست که به لحظه ببینی بخری. تو پروسه دم کشیدن بهشون دیتا میدی. باید آهسته آهسته باشون رفت، جا انداخت، خودتو معرفی کرد، محصولاتتو، بینشتو، منشتو معرفی کرد تا زمانی که میخواد تصمیم بگیره تو حداقل یکی از گزینه‌های شناخته شده مد نظرش باشی. تصمیم جسورانه بعدی چیه؟ باید ببینیم چی پیش میاد. ولی کلا یه بار دیگه اینو میگم، تصمیمایی که اگه نگیری بعدن خودتون نمیبخشی بگیرش. بگیر. محاسبه شد. بله. با همون شکلی که گفتم. به معنی که جسارت مقابله با عادته، نه مقابله با عقل. یه تصمیمایی هست که تو دلت میخواد بگیری اما عقلت ممانعت میکنه. اینجا شروع میکنی که ببینی چقدر داری با این عقل میجنگی. آیا از ترس ارزشمندتر چیز دیگری هم هست که خلق بشه بعد از عبورت از این جریان؟ اگه هست بسم الله. مرسی. ما مخلصیم. اگه صحبت پایانی داری با نه خیلی خوشحال شدم خودتو دیدم. تو خودت خیلی به ما کمک کردی توی کسب و کار. و همیشه هر موقع من با شما صحبت کردم راجع به خلاقیت صحبت کردیم، راجع به متفاوت بودن صحبت کردیم و این وجه تمایز تو با سایر آدمایی که تو این حوزه دارن کار میکنن و نگاه انسانی خیلی خوبی به هم پروژه ها داری، هم به دانش کسب و کار خودت. مرسی دعوتمون رو قبول کردید. امیدوارم که مفید بوده باشه. مرسی. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های پادکست جسارت تغییر رسیدیم. امیدوارم که به کسب و کارتون کمک کنه و الهام بخش مسیرتون باشه. تا یه پادکست دیگه، بدرود.